چونین از رسمی سرای درشت گه پشت به زین و گه زین به پشت. این بیت گوینده اول سابق دادستانی کل ازبکستان رشید جان قادر و رئیس سابق خدمات دولتی امنیت آن کشور اختیار عبداللهیف است که با جرم فساد و پاره‌خوری محکوم به زندان شدند. رشید جان قادرов ماه ایون سال 2019 به 10 سال زندان محکوم شد و اختیار عبداللهیف را ماه فوریه سال 2020 برای 19 سال به زندان انداختند. روز 5 می با رهبری سازمان حامی حقوق انسان ازگولیک عبدالرحمن تشانوف میسر شد است که در زندان مشهور زنگیوتا در ولایت تاشکند با قادرov و عبداللهیف ملاقات کند. اکثر محبوسان در گذشته بلندپایه در ازبکستان در زندان زنگیوتا ادای حکم میکنند. عبدالرحمن تشانوف بعد دیدار با محبوسان در گذشته پرنفوذ گفت اول رشید جان قادرov را در بین محبوسان نشناختم چون که هم در رو نقاب طبی داشت، وضعش ظاهرا خوب بود، سلامتی و طبعم خوش است. بعد 1 ماه مرا به محبس سکونتی میگذرانند. گفت او من با دادستانی کل سابق 10 دقیقه صحبت کردم. تشانوف افزود که رشید جان قادرov در کارگاه دوزندگی زنانه زنگیوتا کار میکند. او کرتب روی مال و از متا باز دیگر مالهای خیلی زیبای زنانه میدوزد. ما محصولات دوخته او را با چشم خود دیدیم. اما از شرایطش در زندان وزیر سابق امنیت ازبکستان شکایتی نداشته است، ولی از حامی حقوق خواسته است تا برای بازبینی حکمش مساعدت کند. من میخواهم که پروندم را از نو ببینند. اگر بتوانید این خواهش مرا به پرزیدنت برسانید. خواهش کرد او از من. من با اختیار عبداللهیف در جای کارش صحبت کردم. او در زندان در روی لاله ها نقش و نگار میکشد. نقل کرده است عبدالرحمن تشانوف به رادیوی آزادلیک. پرزیدنت کنونی ازبکستان شفقت میرزیویف که سال 2016 در پی وفات اسلام کریموف به قدرت رسید، معرکه گسترده مبارزه با فساد و پاره‌خوری در رده‌های بالای حکومت را برا انداخت که در نتیجه آن چندین عضو بلندپایه حکومت از جمله وزیر سابق امنیت اختیار عبداللهیف و چند معاون رئیس خدمات دولتی امنیت سابق دادستانی کل رشید جان قادرov و باز چندین منصبداران بلندپایه و پرنفوذ به کنج زندان رفتند.